چون انعنا فدراسیون فوتبال کشور در انجام هر سال بهترین ها را در عرصه فوتبال قدردانی می کنند. این فدراسیون سال 2021 را با دستاوردهای قابل توجه و لحظه های خاطرمان جنبست نمود که راه یافتن 3 دست از تاجیکستان به مسابقه های قهرمانی و شکست دسته‌های قوی آسیا از قبیل شباب الاهلی، اگیمکا و الهلال از قهرمان تاجیکستان در لیگ قهرمانان آسیا هنگامه آفرید و کشور ما را در سرخط رسانه‌های بین المللی قرار داد. در مراسم با شکوه جایزه سپاری فدراسیون فوتبال که در کاخ پارفنون شهر دوشنبه دایر گردید، نایب اول پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان فیض‌الله زاده خورشید میرزا با برشمردن دستاوردهای فوتبال تاجیک در سال سپری شونده به این عرصه پرطرفدار آینده نیک را تمنا کرد. همینطور در ادامه مراسم جایزه سپاری از بهترین های فوتزال آغاز شده، چون امسال سارا کمپانیا غالب سری پرو، جام و سوپر جام کشورمان گردید. بهترین بازیگر فوتزال هم از همین دسته فیضلی سرداروف گشت که این موسم در لیگ کسبی فوتزال 10 گل به ثمر رسانیده است و در مجموع 3 بار جام تاجیکستان را به دست آورده است. این جایزه که 3 جام رو گرفتیم، این مهنت همه بچه‌ها دسته کمانده هست. مثال تا قیام هم مهنت کردگی نیست، هم یک جایگی همه با مهنت بچه‌ها 3 جام رو اشغال نمودیم. امسال فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت جایزه چهره امیدبخش را نیز جاری کند تا کودکان و نورسان که آینده فوتبال میهن محسوب میشوند بی توجه نمانند. دلیر شریپوف از دسته پختکار دیناموی ناحیه جبار رسولوف چهره امیدبخش سال شد که با زدن 20 گل در لیگ یکم خوب درخشید و بهترین نشانزن لیگ پیشصف میان تا 18 ساله ها گردید. فوتبال بانوان بخش جدا نشونده عرصه فوتبال در کشور محسوب شده، سال به سال صف دسته ها و بانوان فوتبال باز افزایش می‌یابند. منتخب تاجیکستان آید به فوتبال میان بانوان نیز نه تنها در داخل کشور بلکه در مسابقه بین المللی نیز اشتراک نموده است و بهترین بازیگر میان بانوان نیز در این مراسم قدردانی گردید. جایزه بهترین فوتبال باز میان بانوان نصیب لیلا حلیمووا از دسته خطلان گردید که با زدن 67 گل دست یافته صاحب نشان طلای لیگ فوتبال بانوان گردیده است. لیلا حلیمووا همچنین در مرحله مقدماتی جام آسیا از خود مهارت خوب نشان داده بود. وای سیم است که این جایزه سیم رو به دست می‌آورم، اولا با ترینرم و با دستم و با فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان بیان می‌نمایم که ما را با چنین جایزه قدردانی کرده است. با رشد فوتبال در کشور توجه به بازیگران ما در خارج افزایش یافته، تعدادی از فوتبال بازان تاجیک در آسیا و اروپا هنرنمایی می‌کنند. در بخش بهترین فوتبال بازی تاجیک در خارج از کشور 3 نفر بازیگران نام‌آور فوتبال تاجیک پرویز جان عمربایف، احسان پنجشنبه و شهرام سمیف نامزد بودند. نهایتاً احسان پنجشنبه که در نوبهار ازبکستان با زدن 3 گل و 2 ارسال گل‌آور یکی از ارزشمندترین بازیگران سوپرلیگ همسایه کشور شد، صاحب جایزه بهترین بازیگری تاجیک در خارج از کشور گردید. خیلی خوشحالم که بین بازیگرایی که در دیگر دولت بازی میکنن من رو بهترین حساب کردن و بازیگرایی که در دیگر دولت هستن اونها هم بهترین هستن، از جمله نورالدین دورانوف، پرویز عمربایف، شریدین بابایف، شهرام سمیف بسیاری هستند و من خیلی خوشحال هستم که این جایزه را به دست آوردم. فکر میکنم که چقدر که فوتبال بازان در دیگر دولت بازی کنند و از جمله فوتبال بازان تاجیک فکر میکنم که تیم منتخب تاجیکستان این برای تیم منتخب تاجیکستان یک خیلی پیشروی می شود و تیم منتخب خیلی پرقوت خواهد شد. یکی از مهمترین جایزه های سال عرصه فوتبال معین کردن بهترین بازیگر سال محسوب می شود. برای این جایزه هم 3 نفر فوتبال بازی مشهور فتح‌اللهیف، علیشر جلیلوف و الهام براتوف نامزد شده بودند که در سالهای گذشته نیز صاحب این جایزه بانفوذ گردیدند. طبق تحلیل های صورت گرفته بهترین بازیگر سال 2021 در تاجیکستان سروان منتخب تاجیکستان و باشگاه استقلال دوشنبه علیشر جلیلوف گردید. او در موسم سپری شده لیگ عالی 12 گل به ثمر رسانیده قهرمان تاجیکستان و صاحب سوپر جام شد. علیشر جلیلوف همچنین در لیگ قهرمانان آسیا نیز از خود مهارت والا نشان داده در پیروزی های استقلال نقش باسزا داشت.
چه گویم این نگرده اوبش است. این کمانده استقلال برای که یکی از بهترین کمانده هست در آسیا. برای تا благодаря کماندمون پارتنرم همین نگرده уже دوم بار گرفتیم. از سال یک دو نمیدونم هر سال که گرفتن باز نبرات خرسندتر میشه. همینطور باز یک سال پر از هنگامه و لحظه های خاطرمان برای فوتبال تاجیک خاتمه می‌یابد، اما این انجام کار نیست، بلکه امیدواریم سال آینده هم مخلصان تاجیک شاهد هنگامه و لحظه های خاطرمان خواهند شد و تمنا داریم فوتبال تاجیک در سال نو قله های نو به نو را فتح نماید.